آقای مجتبی، آقای علی آقای علی، خانم ساناز از اسطوره‌های شهروندی کنار هم نشستن. صحبت کنید یه دقیقه. چجوری میتونی اینقدر رو این تن پشت هم شات کنی؟ پشمام چی؟ سانازو ما همه میگفت دیر فهمیدم مافیایی جدی دیر فهمیدم. ساناز پونسه داره میاد، مطمئنم گادفادره، تو کارگاهی استعلامشو گرفتی. کارگاه جایی که کاراگاه بابا ولم کنین، کاراگاهی استعلامشو گرفتی. خب مشتبه تو اینجای بازی نمیفهمی من شهروندم. من جان این کاراگاهه، من گادفادرم. گوش کن، تو دکتری اینو سیو دادی شاد نشسته. اون مافیاه. خب اون مافیا بود درسته یا شهروند؟ مگه نگفتم شهرونده؟ اکتیو من فکتی سرم نمیشه. مطمئنم ساناز تو شهروندی، خودم شهروندم، مطمئنم گادفادره چون استعلامشو تو گرفتی. علی 1 دقیقه و 10 ثانیه شو شب بخوابی. چرا بخوابی؟ ما هنوز صحبت نکردیم. 1 دقیقه و 10 ثانیه شو بخوابید. بخوابی. مشتبه بیدار شد، شهروند تو با دست نشون. مرسی علی، شهروندت با دست. ساناز با نقش کاراگاه با کی دست میدی داداش؟ بیدار نشید. شما دوتا بخوابید، فقط بگو با کی دست میدی. آره بگو. 3 2 1. میخوای تو این 3 نفر نمیزنی کاراگاه رو؟ 3 بار شاتش کردی. روی این 20 بار باز دوباره فکر کردم نازنین دکتره اینو چند بار خوب اینو سیف میده.